رب العالمین میفرمایند و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر شخصیتی که سرکشی کرد، نافرمانبرداری کرد، قبول نکرد ذکر ما را، قرآن ما را، دین ما را، گفته ما را قبول نکرد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. رب العالمین گفت برای او در دنیا یک حیاتی بدبختانه میارم، یک حیاتی بی برکت میارم، یک حیاتی پر مشقت میارم، یک حیاتی پر از بلا و آفت میارم، یک حیاتی پر از غم و ناراحتی میارم. برادر عزیز بزرگوار، خاطر جمع باشه، راحت دنیا را نمیبینی. خداوند برای چنین شخصیتی نافرمان بردار جای دیگه میگه خسر دنیا و الاخره. انسانی نافرمان بردار هم ضرر دنیایی کرده هم ضرر آخرت، هم دنیاش ویرانه کرد هم آخرتش. خداوند گفت که انسانی که روزه نمیگیره، نماز نمیخوانه، امانت بندگی نمیکنه، حیات او را حیات بدبختانه میگردانم، حیات او را حیات پرمشقت میگردانم. و این انسان محروم بدبختی بی نصیبه. و نحشره یوم القیامت اعما. در روز قیامت این شخصیت به چشم نابینا کور میخیزانم. خداوند گفت در قیامت وقتی در صحرای قیامت در محضر رب العالمین میخیزد، چشم نابینا داره. این چشم زیبایی که امروز میبینه اینها عاجز هستند، کور هستند. و چی خاطر خداوند؟ به خاطر که امروز کوری شدی، به خاطر که امروز خوبی خدا را در نظر نگرفتی، به خاطر که امروز امر خدا را به کله نگرفتی. این شخصیت روزخور در روز قیامت کور میخسته است. وقتی کور میخسته است، البته این انسان ابله، این انسان جاهل، این انسان نافرمانبردار با در قیامت دعوت میکرده، دعوا میکرده که ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. میگه ای پروردگار، و چی خاطر امروز من کور خیزانده؟ من در دنیا چشم بینا داشتم، من میدیدم، چشمهای من بینا بودن، و چی سبب امروز من کور خیزانده ای؟ رب العالمین چی جواب میفته؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسی. رب العالمین میفته من در دنیا آیتهای خود ما برای تو فرستادم، تو در نظر نگرفتی، گفته ای من قبول نکردی، گفتی روزه نمیگیرم، نماز نمیخوانم، رعایه حرام حلال نمیکنم، گفته خدا را به کله نمیگیرم، آیتای من گفته من در دنیا در نظر نگرفتی، من امروز تو را در عذابم فراموش میکنم، من امروز تو را در قهر و غضبم فراموش میکنم، من امروز تو را در این محرومی و بینصیبی فراموش میکنم. رب العالمین میگه به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما و شما باید احتیاط کنیم، هوشیار باشیم. خداوند ما را برای عبادت و بندگی خلق کرده است. میفرماید که استعذ بالله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انسان و جن مگر برای عبادت. زندگی مقصود بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. والله قسم زندگی که در عبادت و بندگی نباشه آخر شرمنده میشه، آخر نزد پروردگار میره، آخر باید جواب بگوی. ای انسان روزخور، اگر در قیامت در نزد خدا بخیزی، رب العالمین تو را بپرسه که برای چی روزه نگرفتی، آیا اون دلیل داری؟ آیا جواب گفته میتونی؟ برادران عزیز و بزرگوار، ما باید به حال خود رحم کنیم. رب العالمین محتاج عبادت ما نیست. در حدیث قدسی میفرماید، میگه یا ابن آدم، ای فرزند آدم، ما خلقتکم لاربحوا علیکم ولکن خلقتکم لتربحوا علی. میگه من شما را خلق نکردم که از شما فایده ببرم، شما را استفاده برم. نه نمازت در من در کار است، نه روزت در کار است، نه حجت در کار است، نه زکات در کار است، تو به خودت میکنی. ولکن من تو را خلق کردم که تو از من استفاده ببری. من تو را خلق کردم ای انسان که در ملکم زندگی کنی، از هوام نفس کشی، از آبهام بنوشی، نعمتام استفاده ببری و بدانی که ربی مهربان، ربی بخشنده، ربی خوب داری. برای این من تو را خلق کردم، رب العالمین میگه، نه برای سرکشی و نافرمان، نه برای گناه کردن. وقتی که این لحظه رب العالمین جمعیت شما را میبینه که همه لبی گویان، لبی یعنی ای الله،
ما در فرمانبرداری تو قایم هستیم، تسلیم هستیم، ما حاضر هستیم که امر تو را با جا بیاریم. این لحظه وقتی شما را میدید از پروردگار که همه با گردن کج، یعنی با امید ثواب و عبادت آمده، رب العالمین چقدر خوشحال میشده و میگه ولی هذا خلقتکم، میگه ای جمعیت، ای انسان هایی که این لحظه عبادت آمده، من برای انمی شما را خلق کرده بودم، انمی چیز من از شما دوست می داشتم، همین چیز من از شما آرزو و تمنا داشتم که این لحظه با آرزو و مقصدم رسیدم. چقدر رب العالمین از این جمعیت نورانی شما خوشحال می شود. اما از اون لحظه ای که اون بے شرم و بے حیا، اون بے همت، اون ناجوان مرد، اون بدبختی روزخور از خدا نترسیده آشکار روزش میخوره و میگه من نمیگیرم، چقدر خداوند خجالتمند میشه، چقدر خداوند غمگین و ناراحت میشود. برادری عزیز بزرگوار، یک بار فکر که فرزندت گپ تا گوش نکنه چقدر سختت میرسه. یک بار فکر که یک دادرت، یک زیردستت، یک کارگرت گوشت نکنه چقدر سختت میرسه. آیا فکر میکنی خداوند از روزخوری تو خوشحال است؟ آیا خداوند فکر میکنی که از بینمازی تو خوشحال؟ چقدر ناراحت میشود. رب العالمین ساسته انتظار نداشت. رب العالمین تو را برای خلق نکرده بود. برای می برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت کنیم، بنده خوب باشیم. به تعبیر مولانا میگه نباشی بنده نوک زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. بنده زبانی نباش، چی کاری کن که آنجا کار آید. امروز یک کاری کن که در نزد خدا برای تو به کار بیاید، دستگیری روز قیامت شود.